به نام خدا، سهراب مرتضوی هستم. مقاله‌ای که جهت توضیح انتخاب شده An Intelligent Task Scheduling Mechanism for Autonomous Vehicles via Deep Learning نام داره. به صورت کلی هر خودروی خودرانی که ما فرض بگیریم دارای 5 ماژول اساسی هستش. یکی ماژول سنسور و اکچویترهاش هستش. این ماژول تلاش میکنه که اطلاعات پیرامونی رو با استفاده از سنسورهایی که داره در واقع به دست بیاره. یه ماژول هست به نام پرسپشن که ماژول دوم میشه. این ماژول سعی میکنه با استفاده از اطلاعاتی که توسط سنسورها به دست میاد درکی از فضای پیرامونی برای ما فراهم بکنه. ماژول سوم لوکالیزیشن مپینگ. توی این ماژول تلاش میشه که با استفاده از در واقع اطلاعاتی که داریم موقعیت دقیق خودرو رو توی مسیری که وجود داره به دست بیاریم. ماژول بعدی ماژول پست پلنینگ هستش. توی این ماژول تلاش میشه که بهترین مسیری که خودرو باید طی بشه به دست آورده بشه و ماژول بعدی ماژول کنترل هستش. ماژول کنترل هدفش اینه در صورت رخدادی که بیرونی که اتفاق میفته بتونه یک عکس‌العملی نشون بده. توی این مقاله در لایه اپلیکیشن 3 نوع تسک تعریف شده. یه سری تسک های پریودیک هست. این تسک ها با یک پریود زمانی مشخص تکرار میشن. یه سری تسک های غیر پریودیک هست و یک سری هم تسک هایی که پیچیده هستن، یعنی نیاز پردازشی بالایی دارند. محدودیت هایی که توی این سیستم لحاظ شده، یکی محدودیت ها بر سر ارایول تایم هستش، زمانی که در واقع تسک میرسه. یکی ددلاین هستش، زمانی که تسک باید پیش از اون تموم بشه. رسپانس تایم ما داریم، مدت زمانی که طول میکشه که اولین پاسخ رو از سیستم دریافت بکنیم. و اکزیکیوشن تایم، مدت زمانی که خود تسک نیاز داره تا اجرا بشه. یه دونه آرتی هم که ما داریم که مدت زمانیه که در واقع تسک میخواد مپ بشه به پروسسور مد نظرش. در لایه سخت افزاری هم ما به صورت کلی 2 نوع هسته داریم. یکی لیتل کورس ها هستن که توی این مقاله اونها رو به نام سی پی یو میشناسه. هر کدوم از این سی پی یو هایی که در واقع توی سخت افزارهای مختلف داره قرار میده برای آزمون، دارای فرکانس و ولتاژ خاص خودشون هستن. یه سری هم بی کورس داریم که جی پی یو هستن. این بی کورس ها دارای فرکانس کاری و سطح ولتاژ مخصوص به خودشون هم هستن که میتونه متنوع باشه بر اساس سخت افزاری که انتخاب شده. دو تا پیکربندی کلی و برای این تست در واقع سیستم انتخاب شده که اودروید XU4 SoC هستش و یکی انویدیا جتسون SoC. اگر ما میخوایم یک شمای کلی از ساختار در واقع این سیستم داشته باشیم، تو لایه اپلیکیشن همونجوری که گفتیم ما یه سری سنسورها داریم و یه سری پریودیک تسک ها داریم، یه سری اکچویترها داریم و یه سری تسک های غیر پریودیک داریم و یه سری تسک های پیچیده داریم. بعد از این خروجی اینها ما لایه نرم افزاری برای زمانبندی و ریسورس الوکیشن تخصیص منابع رو داریم. توی این لایه از سیستم عامل لینوکس در واقع استفاده میشه. هدف اینه که با توجه به تسکایی که میاد یک تخصیص منبعی صورت بگیره که راجع به الگوریتمش صحبت میکنیم. Earliest Hyper Periodic First Scheduling Sequence هستش این الگوریتم. و تو لایه سخت افزاری هم در واقع لایه پایین‌تر هر دو تا سیستمی که توی اسلاید قبل صحبت کردیم وجود داره که شامل یه سری سی پی یو و جی پی یو میشه. برای پیش بینی در واقع اینکه چه تسکی ما تخصیص بدیم به این سیستم، از یک شبکه عصبی استفاده شده. این شبکه عصبی یک لایه مخفی داره. همونجوری که مشاهده می‌کنید تمام اون فیچرهایی که وجود داره، اهم از مثلا ارایول تایم و موارد دیگه، مدت زمانی که در واقع تسک نیاز داره که اجرا بشه، ددلاینایی که وجود داره، همه اینا به عنوان یک فیچری در ورودی در نظر گرفته میشه تو لایه ورودی. سپس اینا توسط لایه میانی به لایه خروجیمون مپ میشه. مثلا توی این اسلاید شما اگه نگاه کنید SLFN ریسورس پردیکتور در واقع الگوریتمی که ما داریم میاد تمام مثلا ارایول تایم و
VCET و ددلاین و پریود و به عنوان پارامترهای ورودی دریافت میکنه. با توجه به هیدن لیری که براش تعریف شده سعی میکنه اینها رو مپ بکنه به یک سخت افزاری که و یا کلاستری که برای این سخت افزار در نظر گرفته شده. اگر الگوریتم بخوایم نگاه کنیم توی این قسمت مشخصه خب که در لحظه‌ای که ما میخوایم کار رو شروع کنیم یه دگ میگیریم، یک دایرکت اسایکل گراف رو به عنوان ورودی دریافت میکنیم. سپس تلاش میشه که یک کلاستر متناسب با خود تسک اختصاص بهش پیدا بکنه، تخصیص داده بشه. بعد از این که تخصیص داده شد بررسی میشه که آیا این توانایی اجرا داره یا نه، یعنی بهترین کلاستری که میتونه اجرا بشه پیش بینی میشه و بعد از اون باید به صورت عملیاتی بررسی بکنیم تو لایه دوم الگوریتم که به چه صورتی این تخصیص داده میشه به سخت افزار و یا در حال حاضر امکان تخصیصش وجود نداره، باید صبر بکنه. ریزالت که این الگوریتم گرفته به صورت کلی در این اسلاید بعد اومده. همونجوری که مشاهده میشه روی ورکلودهای مختلف بهترین نتیجه از نظر دقت رو در واقع دریافت کرده، کمترین میزان میس ریشیو رو داشته، از نظر اکزیکیوشن تایم کمترین میزان اکزیکیوشن رو به خودش اختصاص داده در هر دو تا کانفیگوریشن و پیکربندی که داشته. اینجا ما میتونیم ببینیم دوباره کمترین میزان تسک میس ریشیو رو به خودش اختصاص داده و کمترین میزان زمان اجرایی رو این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم‌های استیت آف دی آرت به خودش اختصاص داده. به صورت کلی اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، هدف از این مقاله این بوده که بتونه یک زمانبندی همراه با تخصیص منابع رو روی مجموعی از کلاسترها و سخت افزارهای پویا به صورت ریل تایم ارائه بده. الگوریتمی که انتخاب شده به صورت سوپروایز بوده، یعنی یک نیورال نتورکی که به صورت سوپروایز در واقع عمل می‌کرده و یادگیریش بوده. الگوریتم earliest hyper period first رو در واقع برای خود تسک اسکیجولینگ بعد از اینکه پیش بینی که چه سخت افزاری مورد نیازش هستش اجرا کرده. روی سخت افزارهای مختلف که هیترجینیوس بودن این الگوریتم در واقع اجرا شده. در نهایت هم تونسته حدود 98% روی دقت بهبود حاصل بکنه. 2027% اکزیکیوشن تایم رو در واقع کاهش بده. بین 32 تا 45% هم تسک میس ریت رو نرخ از دست رفتن در واقع تسک ها رو بهبود داده. ممنونم از توجهتون به این ارائه.